سلام، من فرشید رشیدیفر هستم، سایکوتراپیست. در این ویدیو از سری مجموعه‌های آموزشی اختلالات روانی، اختلال فوبیای خاص رو معرفی خواهم کرد. امیدوارم از طریق این ویدیوها بتونم یک آگاهی کلی رو در رابطه با مسائلی که میتونه گریبانگیر هر کدوم از ما و عزیزان ما بشه ارائه بدم تا با توجه به اندک آگاهی که به دست خواهیم آورد بتونیم برخورد درست و لازم رو در زمان خودش انجام بدیم. اطلاعاتی هم که در این ویدیو ارائه میشه فقط جنبه آموزشی داره و هرگز برای اینکه بخوایم ازشون برای تشخیص استفاده کنیم کافی نخواهند بود. فوبیای خاص یک نوع اختلال بالینی هستش که شخصی که بهش دچاره از یک چیز یا موقعیت خاص به طور بسیار شدیدی میترسه، مثل ترس از عنکبوت، ارتفاع، پرواز و موارد دیگر. این ترس و وحشتی که برای فرد ایجاد میشه فرای اون حس اضطرابیه که مثلا هر کدوم از ما وقتی داریم سوار هواپیما میشیم داریم. این ترس در واقع یک وحشتیه که کاملا میتونه فرد رو از کار بیاندازه. به طور معمول فوبیای خاص در اوایل کودکی قبل از 10 سالگی شروع میشه. متوسط سن شروع بین 7 تا 11 سال هستش، اما فوبیاهای موقعیتی میتونند در سنین بالاتر هم ایجاد بشن. معمولا به علت یک اتفاق و یا تجربه ایجاد میشه که یک ضربه و تاثیر آسیب زایی رو بر روی فرد گذاشته، مثلا مورد حمله یک حیوان قرار گرفتن، گیر کردن در آسانسور و حتی قرار گرفتن در معرض اطلاعات مربوط به یک رویداد آسیبزا، مثلا پوشش رسانه‌ای گسترده یک سقوط هواپیما. با این حال خیلی از افراد مبتلا به فوبیای خاص ممکنه ریشه و دلیل شروع فوبیای خودشون رو به خاطر نیاورند. علائمی که وجودشون در فرد میتونه ملاک‌های اختلال رو نشون بده، ترس یا اضطراب مشخصا در مورد یک شی یا موقعیت خاص هستش. بدون استثنا هر زمانی که شخص با اون شی یا موقعیت فوبیک یا موقعیتی که باعث اون حس حال میشه مواجه میشه، اون حس و ترس و وحشت بهش دست میده. یعنی این گونه نیست که یک بار باعث ترس بشه و بار دیگه نه. شخص به طور فعالانه از مواجه شدن با اون شی یا موقعیت فوبیک اجتناب میکنه. یک اصطلاحی هست که بهش میگن اجتناب فعال، یعنی فرد عمدن طوری رفتار میکنه که با اشیا یا موقعیت هایی که باعث ایجاد فوبیا میشن روبرو نشه. در واقع شرایط زندگی خودش رو به گونه‌ای تغییر میده که تا حد امکان از شی یا موقعیتی که باعث فوبیا میشه اجتناب بکنه. مثل کسی که فوبیای خون داره، از خون میترسه و تمام تلاش خودش رو میکنه که پیش دکتر نره یا به بیمارستان رجوع نکنه. و خب این موضوع میتونه خیلی در زندگی روزمره شخص و اطرافیانش و در عملکرد اجتماعی، شغلی و سایر زمینه‌های مهم زندگیش تاثیرگذار باشه. ترس و وحشتی که شخص داره هیچ گونه زمینه منطقی و یا تناسبی با خطر واقعی و یا زمینه اجتماعی فرهنگی نداره. در واقع خود شخص ممکنه متوجه بشه که عکس العملش نسبت به موردی که ازش فوبیا داره خیلی نامتناسب بوده باشه، اما در لحظه‌ای که با اون مورد خاص مواجه میشه خطر رو بیش از اون چیزی که واقعاً هست برآورد میکنه. بافت اجتماعی فرهنگی فرد رو هم باید در نظر گرفت. مثلا یک شخصی میاد میگه که از سوسک یا حالا هر حشره دیگه‌ای میترسه. خب اگه مثلا در ایران یکی بیاد اینو بگه، شاید اکثر ما باهاش همدردی کنیم و بگیم خب ما هم همچین حس و نظری رو در رابطه با این موضوع داریم. ولی اگه شخصی از یکی از کشورهایی که از انواع حشرات تغذیه میکنن بیاد این موضوع رو مطرح کنه، اون موقع قضیه بسیار متفاوت‌تر میشه و باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیره. مورد بعدی این که این حس و حالت باید حدود 6 ماه یا بیشتر طول بکشه تا بشه احتمال اختلال رو داد. و اینکه باید اطمینان حاصل بشه که عوامل و اختلال دیگری در کار نباشه. به عنوان مثال اجتناب کردن از یک موقعیت و یا شیء خاص میتونه به خاطر اختلال‌های دیگه‌ای مثل وسواس فکری اجباری، استرس پس از سانحه، اختلال اضطراب جدایی و موارد دیگه هم باشه. با وجود اینکه اسم این اختلال فوبیای خاص هستش، اما فرد میتونه چندین فوبیای خاص رو تجربه کنه. به طور متوسط افراد مبتلا به فوبیای خاص از 3 شی یا موقعیت خاص هراس دارن که تقریبا 75% از این افراد از بیش از یک شی یا موقعیت میترسن. در چنین مواردی تشخیص‌های متعدد فوبیای خاص داده میشه. به عنوان مثال اگه کسی از رعد و برق و پرواز هر دو هراس داره، 2 تشخیص دریافت میکنه. یکی فوبیای خاص مربوط به محیط‌های طبیعی که همون رعد و برق و فوبیای خاص مربوط به محرک‌های موقعیتی مثل همون پرواز خواهد بود. به طور معمول وقتی فرد با یک عامل و یا موقعیت فوبیک مواجه میشه، واکنش‌های فیزیولوژیکی در او ایجاد میشه که با توجه به اون شیء خاص و یا موقعیت میتونه خودش رو در افراد گوناگون متفاوت نشون بده.
به عنوان مثال افرادی که از موقعیت‌های خاص یا محیط‌های خاص و یا حیوانات خاص می‌ترسند، سیستم عصبی سمپاتیک اونها فعال میشه، یعنی اون قسمت از مغز که به ما میگه بمون و مشکلی که باهاش رو در رو شدی رو حل کن، و یا اینکه نه موضوع حل شدنی نیست و فرار رو برقرار ترجیح بده. در واقع فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک منجر به افزایش ضربان قلب، بزرگ شدن مردمک چشم، تعریق و افزایش هوشیاری میشه. از طرف دیگه فردی که مثلا مبتلا به فوبیای خاص خون هست، یعنی از خون میترسه، از آمپول زدن میترسه، دستش خون میاد وحشت میکنه، اتفاقی که میتونه بیفته واسه این شخص اینه که ناگهان از حال بره و غش بکنه. در واقع واکنش فیزیولوژیکی که این شخص داره نشون میده کاملا عکس واکنش‌های فیزیولوژیکی هستش که در هنگام فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک ایجاد میشه. و علتش هم فعال شدن عصب واک هست که منجر به کاهش جریان خون به مغز میشه، ضربان قلب و فشار خون ناگهان کاهش پیدا میکنه و باعث سرگیجه و سبکی سر و حتی از حال رفتن فرد میتونه بشه. فوبیاهای خاص شباهت‌های نسبی با اختلال‌های دیگر روانی داره. مثلا در بیماری‌های اسکیزوفرنیک این ترس و هراس میتونه از یک توهم نشأت بگیره، نه از یک موضوع واقعی خاص. یا تمیز قائل شدن بین اختلال استرس پس از سانحه با فوبیای خاص نیاز به یک بررسی بسیار دقیق و حساسی داره. بنابراین اگر مواردی که در این ویدیو مطرح شد رو در خودتون یا عزیزانتون می‌بینید، حتما با یک متخصص در میون بگذارید تا راهنمایی تخصصی رو دریافت بکنید.